خواستند که دختری ابوبکر صدیق محبوب ترین زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه را تهمت بر زنا کنند و ابوبکر و عایشه و خانواده ابوبکر را در پیش رسول اکرم و همه مسلمان ها در خجالت و شرمندگی قرار دهند. دشمن ها این خواستند، لیکن الحمدلله که این تهمتی که اونها بالای عایشه کردند عاقبت به نیکی انجام یافت. باز شرف و بزرگی خاندان ابوبکر صدیق از همه بالا شد. دادرای عزیز، روز به روز حجم های هر گونه رویه ها و هر گونه جریان ها صورت دارد. شما از وجود خودتان دوست داشتن عایشه را هیچگاه دور نگردانید، زیرا حبیب خدا گفت قسم به عظمت پروردگار، این روایت هم بخاری است هم مسلم است، کسی که اگر اهل بیت مرا بد میبیند والله که وی دوزخی است. گفت کسی که اهل بیت مرا بد میبیند دشمن اهل بیت من است. زنهای پیغمبر از اهل بیت پیغمبر به حساب می رفتند. از این خاطر دادرای عزیز، وقتی هر جایی که نام عایشه ذکر شد شما در حق این مادرمان دعای خیر کنید. نگذارید که این دشمنهایی که از ما و شما تیار کردن نسبت این چهاریار پیغمبر و این مادرمان سنگ زنند و ما و شما با این گوشهای شنوا سخن اونها را گوش کنیم. به خدا قسم از این در بی ناموسی و بی غیرتی نیست. دیگر چی جاش میماند؟ مادرمان غیبت کنند، مادرمان سنگ زنند، پشتیبانهای پیغمبری خدا را تنقید کنند، ما و شما مسلمان ها گوش اندازیم. ابو حنیفه رحمت الله علیه سردار مذهب ما و شما در وصیت های خود در آخران فصلش به شاگردهاش گفت بزرگترین زن دنیا بعد خدیجه عایشه رضی الله تعالی عنها می باشد. او پاک است و خالی از زنا است. این حضرت امام ابو حنیفه در وصیت های خود به شاگردانش گفت. حضرت عایشه مادرمان میگوید وقتی من از ظرف آب می نوشیدم زمانی که باز حیض بودم، کسل بیماری زنانه داشتم، رسول اکرم نگاه میکرد که از کدام جانب ظرف من آب نوشیدم، دهانش را در جای دهان من میگذاشت. این حدیث بخاری است. از جایی که گوشت میگزیدم حبیب خدا آنقدر ما را دوست میداشت که از جای گزیدگی من دندان مبارکش میگذاشت. این از روی محبت بود. عایشه میگوید وقتی من در بیماری زنانه بودم که همبستری با زنی در حیض بودگی گناهی کبیره است، کسی که اگر در حالت حیض به زن نزدیکی میکند او مرتکب گناه میشود، تا اگر توبه به سوی خدا نکند از این عمل زشت خود خدا او را رسوا و شرمنده میکند. در حالت حیض بودم، دراز کشیده بودم، پیغمبر خدا آمد میگوید سری مبارکش بالای دامن من میگذاشت، زمانی که من در بیماری زنانه بودم او قرآن میخواند. این از روی محبت بود. حضرت عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بود. در بین همه زنهایی که داشت نسبت عایشه صدیقه محبت بیشتر داشت. بار پیغمبر خدا همراه عایشه بودند. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد ای شوهر مهربان، ای حبیب خدا
میخواهم که در حق من دعا کنی. دادرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. شاید این سخن مرا بعض مادرها هم خواهرها هم بعداً شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم اگر در همین مسجد تا 3000 و 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ زن شما از شما دعا طلب نمیکنه. بار هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذارد. حتی پروای دعای شوهر هم ندارند. نمیدانند که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان، هو جنتک و نارک. انامین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگر جنت میخواهی احترامشان کنیم، به قدرشان رسیم. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارند، خواه منصب ندارند، احترامشان کنیم. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز بی قدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارد، احترام ندارد، به قدر شوهر نمی رسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیستن برای خود عار می دانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب می شمارن که پیش شوهرش خیزد، لیکن پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه می خیزد. شوهرها را احترام کنید. دنیا نه آنقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبول درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتند درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزه های نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بروی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دستش بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقد دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال او زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه از شوهر، از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قائم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودیهاش در پیش دوگانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. بار یک جمله یهودی ها، چند نفر دشمنای اسلام خانه پیغمبری خدا آمدند.
خانه رسول اکرم در آمدن تا این اندازه دشمن بودن که در جایی که السلام علیکم گویند چی میگفتند؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مرگ به تو باده محمد. وقتی این عایشه این السلام علیکم از زبان یهودی ها شنید، این زن با غیرت، این زن پشتیبانی از شوهر طاقت نکرد، از جاش خیز گفت لعنت و مرگ خدا بر شما باد. حبیب خدا چیزی نگفته بود که عایشه پشتیبانی از شوهرش کرد، گفت خدا شما را لعنت کند، خدا مرگ به شما باد. گفت رسول اکرم گفت عایشه گفت نرم باش، من که با اونها جواب گفتم و علیکم گفتم، مرگ و لعنتم بر شما باد. پشتیبانی را ببینید. امروز در ما مکتوب می آید که شوهر غیبت میکند، شوهر کمبودی هاش در پیش زنهای بیگانه بیان میکند. رسول اکرم وقتی که این پیشنهاد عایشه را گوش کرد که در حقم دعا کن، دستش برداشت چی گفت؟ چی بشارتی خوب است. قسم به خدا این دعای پیغمبر را گرفتن دیگر چی جای وصفش است. اللهم اغفر لعایشه، دعای پیغمبر، اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا گفت پروردگارا عایشه را گناهاش مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که نافهمیده کرد و آن گناهی را که قصدن کرد، خدایا از تو خواهش دارم عایشه را مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که آشکارا کرد پنهان کرد، خدایا مغفرتش کن. عایشه وقتی دعای پیغمبر را شنید، شاید همون لحظه برای عایشه لحظه های شیرین ترینی از حیاتش بود. آنچنان میگوید خندید، آنچنان یک خنده زیبای عایشه را فرا گرفت، میگوید که تاب خورد آمد در بغل رسول اکرم زد. رسول الله گفت آیا دعای من تو را خوشنود کرد؟ گفت از این دیگر چی برای من لازم؟ بله گفت بسیار از دعای تو خوشنود شدم. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت انا همین دعایی که من برای تو کردم، قسم بر آن خدایی که مرا با پیغمبری مبعوث کرد، در هر نمازم در حق امتم انا همین دعاست، در حق امتم این دعا را همیشه میکنم. خدایا گناه های امت ما ببخش. این امت های بی پروا باشند، ناترسانه گناه کرده ایستادند. حبیب خدا مغفرت گناه ما را طلب دارد. فضیلت عایشه است. خداوند در سوره احزاب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، انا من شعار ما و شماست، انا من دلیل مستحکم ترین برای ما و شماست برای بسته کردن زبان همون ناکسانی که نسبت عایشه بدگویی دارند. خداوند میگوید ای مردم مسلمان، از همه جانهای شما برای شما بالاتر باید که جان پیغمبرتان، آبروی پیغمبرتان باشد. و خداوند گفت و ازواجه امهاتهم، و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. زنهای پیغمبر مادرای ما و شما هستند. مقصد از مادران این نیست وقتی که پیغمبر خدا از دنیا گذشت، زنهای پیغمبر کدامش که در حیات بود و یا هیچ کس دیگر حقوق نداشت که نکاح کده گیرد، زیرا وی حکم مادر داشت. باید به قدر مادرمان رسیم، مادرمان احترام کنیم. ببین امروز اگر نسبت همین مادرایی که ما و شما داریم یک کس دشنا میکند، چقدر ما و شما به طاقت میشویم، ناراحت میشیم که مادری ما را دشنام داد، حال آنکه این عایشه بهترین مادری ما و شماست. اگرچند امروز بعض جوانای عزیز مادر و پدرها را حرمت نمیکنند، امروز شکایت ها از نام شما هم هست. برادر عزیز، برای چی نماز جمعه میخوانی؟ برای چی در نمازهای 5 وقته اشتراک میکنی زمانی که پدر و مادر از تو ناراضی است؟ برای چی؟ تو میدانی که این عبادت های تو همش بیکاره میشوند زمانی که اگر پدر و مادر از تو ناراضی باشند.
عبدالله ابن مسعود یکی از جان فداهای رسول اکرم میگوید از پیغمبر خدا سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الی الله تبارک و تعالی. ببین این حدیثی صحیح است. عبدالله میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم ای حبیبی خدا از همه عملی که خدا و اولین درجه دوست می‌دارد کدام عمل است؟ حبیب خدا گفتن الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. بچم گفت محبوب ترین نماز به سوی خداست، محبوب ترین عمل به سوی پروردگار نماز در وقتش خواندن است. در من مکتوبای زیاد آمد، الحال یک مکتوبم خواندم درباره وقت نماز میگوید در مسجدها 1 ساعت هیچ کس طاقت ندارد، حالا که 1.5 ساعت بعد به کمش ما و شما ایستادگی کنیم نماز خفته نخوانیم. کاش که همون موی سفیدها، کاش که همون شخصانی که 1 ساعت طاقت ندارند، کاش که همین سراستیمگی را در نان خدایی کنند. در نان خدایی در نزد یک اگر فسق و فساد باشد 1 ساعت نشیند به خدا قسم مانده نمیشد، پروا هم ندارد. اگر گویم بابای اکی اوقات دویم 1 ساعت پس میشد میگه نشینم، پر ندارد وقت دارم، لیکن برای نماز وقت نیست. 1 ساعت وقت نمی‌یابد. 1.5 ساعت برای عبادتی که الله این عبادت دوست می‌دارد که در وقتش خوانده شود وقت جدا نمی‌کند. ببینید ما و شما کجا رفته ایستاده ایم. دویم چی گفتن حبیب خدا؟ ثم ایون، عبدالله میگه دوام دادم ای حبیب خدا باز کدام عمل الله دوست می‌دارد؟ بر الوالدین. حبیب خدا گفت خدمت کردن در حق پدر و مادر، پدر و مادر را راضی کردن، این عملی هست که الله باید دوست می‌دارد. جوانای عزیز، الحال حدیثی که من درباره زنها گفتم، همین حدیث باز در راست پدر و مادرم است. هم جنت و نار، پیغمبر خدا گفت پدر و مادر جنت و دوزخ توست. جنت و دوزخ تو پدر و مادری توست. پدر و مادراتان احترام کنین، به قدر پدر و مادراتان رسین، دعای پدر و مادراتان گیرین. آن وقت عبادت شما را کامیاب میکند، آن وقت شما از زندگیتان برکت میابین. زیرا حبیب خدا میگه اگر خواهین که بچه هاتان شما را احترام کنن به قدر پدر و مادرتان رسید. پدر و مادر احترام کردی بچه‌ت آینده تو را احترام میکند. لیکن پدر و مادر بعد ما و شما وقتی از دنیا میگذرد، بعد این ریاکاری ها تمام شد، این نمایشگری هایی که میکردیم مردم الکه از ما فهمیدن دیگر او صورتی در قالین او چی در کار زمانی که وای ترا عاق کردگی بود. او صورتی در قالین او چی در کار از زمانی که وای از دستی تو داد میگفت، وای لباسی تازه را ندیده بود، وای شکمی سیر از تو ندیده بود. صورتی او را چی در کار؟ این شیطانگری، چی در کار؟ این ریا و این خودنمایی که تو صورتی او را در قالین میزنی. زمانی که حالا که صورتی او در قالین زدن گناه از خودش، بالای قبر او را چی در کار؟ این قضیه و زینت دادن. پیش نماز اسب و پول و قالین نته، همون پدر ترازی که از دنیا گذرد. بالای قبر پدر خود را دعا و مغفرت کن، یک ملا را پیش انداز کده نبر. از جانب پدر خیر احسان کن، یک بنای خوب بساز، یک مکان آباد کو به نام پدر و مادرت بگذارش. شخصی آمد گفت حبیبی خدا از جانب پدرم حج کنم ثوابش میرسد؟ گفت بله. گفت رو حج کن ثوابش در حق پدرت ببخش ثوابش میرسد. پول داری رو از جانب پدرت حج کن، از جانب مادرت حج کن. لیکن این ریاکاری و این حیله‌گری را ما دست در دستی زنک از ترس بازار در اختیارش میتینه که بار دستی مادر تا گرفتگی بازار بردگی و تلاواری را در پیش نمانده و از ترس کردگی تو به خاطر زن، به خاطر خیش و تبار زن از پدر و مادرت بعضت گذشتگی. زنها را احترام کنیم.
ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. الله چی زیبا بیان میکنه. دادرای عزیز، کدام پدر و مادر داری، به خدا غنیمت از احترامشان کنید. پگاه از دنیا میگذرن، افسوس میخوری که کاش که به قدرش میرسیدم، لیکن این دیگه افسوس دروغ است و این به تو فایده نمیبخشد. الحال احترامشان کنید، الحال به قدرشان رسید. خدا میگه سپارشتان میتم ای انسان‌هایی که پدر و مادر دارید. فراموش نکنید که یک زمان شما در شکم مادر بودین. میگه خداوند ببین، وحنا علی وحن، شما را مشقت بالای مشقت میبرداشت، شکمی او درمند میشد، به خاطر تو از بهترین نعمتهای خدا پرهیز میکرد، احتیاطت میکرد، هر گونه طعام نمیخورد که یکی در همین بچه‌ام زلال نرسد. در حالت زاییدن تیار بود که خدایا جان ما بگیر، لیکن همین بچه‌ای که از این موالی یک تینه فایده ندیدم، همین را خدایا صحت و سلامت برار. تیار بود. امروز تو موردی به احترامی قرارش میدی، از خدا نمیترسی. خدا تو را میگه سپارش شد میتون، تو سپارش الله را اجرا نداری. میلش این صحبت کمم که اگر بیان کنم از هر فصل برای آدمی با عقل بس است. گفتی همون محمد سنای ایرانی، محمد صاحب ایرانی، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک نکتهش بس است. خداوند چی گفت در سوره احزاب؟ پیغمبرها از نفسهای شما دیده جان اونا، شرف اونا بلند است و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. میلش من اینجا این صحبت قطع میکنم، میگذارم در تهمت حضرت عایشه. در هر یک جهاد حبیب خدا یک زنی خدا می برد. غزوه بنی مصطلق آغاز شد، حبیب خدا قرعه پرتافت، قرعه را عایشه یافت و همسفر این غزوه بنی مصطلق عایشه شد. حبیب خدا وقتی که در راه عایشه میگوید می رفتیم هر جایی که اگر استراحت اختیار میکردن، من در کجاوه سوار بودم. کجاوه را میدانید، بالای اشترها و بالای اسبها یک خانچه میکنن و همون خانچه را بالای اشتر بار میکنن، در داخل او آدم است. از داخل کجاوه خود میفرامدم باز تا زمانی که حبیب خدا امری به سوار شدن میکرد. این حادثه را حادثه افک میگویند. افک در قرآن افک یاد میشود، حدیث افک میگویند. یعنی مقصد از افک بهتان و دروغ، حادثه بهتان و دروغ. خدا پرده کند. در دعاها ما حتی میگفتیم خدایا ما را از تهمت بد ناگهان نگه دار. اینا به خدا وجود دارد، تهمت کردن وجود دارد. یک آدمی که صاف و خالص است تهمتش میکنند. حبیب خدا میگه در غزوه بنی مصطلق اشتراک کردند، غلبه را به دست آوردند و این خبری غلبه بنی مصطلق به مدینه رسید که پیغمبر خدا در این غزوه غلبه را به دست آوردند. تمام مدینه را میگه خرسندی فرا گرفت. بعداً این حادثه بعد نزول آیت حجاب بود. وقتی آیت حجاب، پوشیدن ساتر برای زنها، وقتی که آیتش نازل شد، این تهمت هم بعد همون حادثه حجاب بود. حضرت عایشه میگوید آمدیم، برگشت به سوی مدینه می آمدیم، در اثنای راه حبیب خدا کاروان من کردن، گفتن کمی استراحت میکنیم. شب بود، استراحت کردیم. پس فرمان شد که همگی سوار شوین، مدینه می رویم. حضرت عایشه میگوید من پیش از آنی که در کجاوه خود در آمده سوار شوم، اول خواستم قضای حاجت کنم تا که در راه برای من باز یگان مشکلات رخ ندهد، یگان مشکلات روبرو نشوم. رفتم، میگه دور رفتم قضای حاجت کردم.
گشته آمدم به نزد کجاوه، خواستم که اراده در کجاوه سوار شدن شوم که دست در گردن میزنم، مهرم نیست، مهره‌ای که در گردن داشتم. یقین دانستم که این مهره من کند است و در همون جای قضای حاجت کردگیم است. میگوید دور رفتم، مثلا شب که بود این مهره را جستجو کردم تا مهره ها را جمع کردم، آمدم که کاروان رفت است. کجاوه مرا بالای اشتر بار کردن و فکر کردن که الک من در داخل همون کجاوه هستم. لیکن در آغاز صحبتش حضرت عایشه گفتن به خاطری که من دختری 13 ساله و 14 ساله بودم و بسیار کم گوشت بودم، کم وزن بودم، یعنی زمانهای اون زمانها زنکا میخواد کم گوشت بودن، کم خوراک بودن، بگن اونا فکر کردن که من در داخل همین کجاوه هستم و مرا بار کردن و آیت حجاب که بود دیگر اونا حق نداشتن که در کجاوه مرا کشاده و مرا تماشا کنن. خلاص رفتم. من آمدم در جایی که کاروان بود، در همون جای کجاوه خود نشستم و گمانم این بود که پیغمبر خدا نفرهای را به سر من روان میکند تا که مرا از اینجا گرفته با صحت و سلامت و پیش رسول اکرم برند. لیکن هر چند ایستادگری کردم کسی به سراغم نآمد. این حالت مانده شدم و در همون جای نشستم، خوابم برد. قریبه های صبح بود که یک صدای شنیدم که این لله و این الیه راجعون. صدا یک مرد برآمد. این صوفان ابن معطل سلیمی بود. اون وقتا قاعده همین بود که یک نفر در قفای همون لشکر میگذاشتن، لشکر پیشا پیش میرفت، این از پس هر چیزی که از عسکرها که میغلطید و یک گرفته با صحت و سلامت به صاحبش میرسانید. وقتی که این صوفان میگه سیاهی مرا که دید دمی صبح بود، براست من آمد و این لله و این الیه راجعون گفت. ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. صدای او را شنیدم. برابر عایشه میگوید از جای خود خیستم و چادرم را در رویم کشیدم. قسم به خدا عایشه میگوید صوفان دیگر بر من هیچ سخنی نگفت، فقط اشترش را خوابانید، به دستش اشاره کرد که اشتر در سوار شد. اشتر در سوار شدم، بند اشتر را گرفت و روان شد. به لشکرگاه آمده رسید. تا رسیدن لشکرگاه الکی سردار منافقین، سردار تهمتچی ها عبدالله ابن ابیه الکی تهمت در مدینه پاش کرده بود. کی چی تهمت بود؟ عایشه امشب زنا کرد. همراه حسان ابن ثابت که این شاعر پیغمبر بود، همراه مستح ابن اساسه که مادرش خاله ابوبکر بود و همراه حمنه دختر جحش که این خواهر زن پیغمبر بود. 4 نفر تهمتگرها سرداری را به خود اختیار کردند. باز چند نفرهای دیگه داشتند. همگیش فقط یک سخن میگفتند: عایشه زنا کرده است. عایشه درک ندارد. وقتی عایشه میگوید آمدم به رسول اکرم روبرو شدم، رسول الله پرسید چرا شب در کجا بودی؟ گفتم همین خیلی حادثه رخ داد ای حبیبی خدا، گردنمند فراموش کردم. آمدم که شما آمده، در همون جای خواب بودم، صوفان آمد، قسم به خدا به من گپم نزد، مرا به نزد شما صحت و سلامت آورده. روز بود، خدا رحمت کنه صاحب تفسیر ابن کثیر و یا میگوید که یک خالی بودن عایشه از زنا این که همون صوفانی که بالای شتر عایشه را بار کرده آورده بود روز بود، شبم نبود که بسیاری تهمت ها را در شب میکنن آدم باور میکنه. روز بود بگوید. حضرت عایشه میگوید وقتی که حبیب خدا اینها را از من شنید باورم کرد که من صحت و سلامت آمدم، لیکن الکی در وجود پیغمبر خدا تهمت شیناندگی بودم، به گوش پیغمبر خدا هم رسانیدم. عایشه میگوید آمدم به مدینه، زمان رسیدم
یک ماه بیمار شدم، ولی درک ندارد که باید تهمتی بر زنا کردم. تمام مدینه را تهمت فرا گرفته است، عایشه درک ندارد. آدم بیگناه از کجا در پی هیچ کار نیست. لیکن میگوید حبیب خدا هر باری که من بیمار میشدم بسیار در من لطف و مهربانی میکرد. این دفعه در بیماری که شدم از من لطف و مهربانی هاش برداشت، دیگر لطف و مهربانی نمیکرد. خانه من می در آمد فقط میپرسید چگونه هستند، حتی نمیپرسید چگونه هستی ای عایشه، چگونه هستند. بیرون میشد. عایشه میگوید من تعجب میکردم که این حبیب خدا اینقدر من محبوب زن او بودم، اینقدر احترام داشتم، چرا برای من لطف و مهربانی ندارد؟ احساس میکردم لیکن در تعجب می آمدم. آخرهای ماه بود که میگوید درست شدم، تنم به درد شد. به ناگاه میگوید مستح، انمون مستحی که فرزند اساسه بود، گویا مادرش خاله ابوبکر بود، بچه خاله ابوبکرم تهمتی به دختر ابوبکر زد. میگوید مادر همین میگوید پیشم آمد و میگوید گفتم ای مادر مستح، خوب میشد که یک قضای حاجت میبرآمدیم. عایشه میگوید از این شب به شب دیگر یک بار ما قضای حاجت میرفتیم به خاطر کم خوراکی شد. و میگوید در نزد خانه هامان ما حاجت خانه نمی ساختیم مثل عرب های جاهلیت. قضای حاجت ما در صحرا میشکستیم، دور از خانه ها میرفتیم و در دور میشکستیم. این مستح، مادر مستح با من همراهی کرد. وقتی در راه صحرا می رفتیم برای قضای حاجت، به ناگاه میگه چادری دراز داشت، همین مادر مستحی که عایشه را تهمت کرده بود. یکی میگوید پاش در همون چادر پیچید و قریب که به افتیدن بود. در همین حالت افتیدنش همین مادر مستح چی گفت؟ گفت خدا مستح را هلاک کند. عایشه میگوید وقتی شنیدم که مادر در حق فرزند خود دعا کرده ایستاد که خدا مستح را هلاک کند، ناراحت شدم. گفتم ای مادر مستح، آخر مستح اشتراکچی جنگ بدر هست، چرا در حق وی دعای بد میکنی؟ گفت ای زن نادان، تو آیا بیدرک هستی که مستح تو را تهمتی به زنا کرده است؟ تو میدانی که همین بچه من تو را تهمتی به زنا کردگی است. عایشه میگوید با شنیدن این سخن موی از بدنم خیست. گفتم چگونه مرا تهمتی بر زنا کردن؟ میگوید یکایک همگی شبت مادر مستح میگوید به من حکایه کرد. عایشه میگوید اثنای راه بود، به جایی که ما قضای حاجت میشکستیم رفتم، قسم به خدا از غم میگوید دیگه قضای حاجت کردن نتوانستم. از اونجا میگوید برگشتم آمدم به خانه. همان شب میگوید برای من شب نبود، تا روز میگوید گریه کردم، حتی صبح آب اشک چشمم خشک نمیشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید نزدم آمد، دید که حالم خیلی دیگرگون است. اینقدر پرسید که چخیل هستند، دیگر چیزی از من نپرسید. و از پیغمبر خدا درخواست کردم ای حبیب خدا اجازت نمیدهی که پیش پدر و مادرم روم. عایشه میگوید برای آن من این اجازت از پیغمبر خواستم که تا که پره این حادثه را از زبان پدر و مادرم شنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب عایشه چی گفتن؟ گفتن تو اختیار داری رفتن بگیر. عایشه تماما دگرگون شدن. از جای خود خیستم خانه پدر و مادرم رفتم. وقتی با مادر خود روبرو شدم گفتم ای مادر عزیز، چی گپ هاست در شأن من؟ در راست من چی گپ هاست؟ میگوید مادرم گریان شد و گفت ای عایشه، هر دختری که اگر زیبا باشد و او در نزد شوهرش محبوب باشد و زن او با شوهری او باز بغیر این زن دیگر زنها داشته باشند،
زنهای او در حق این زن محبوب هر سخن میگویند. دخترم بی پروا باش، صبر کن، عاقبت کار بخیر است. گفتم مادر الحال تمام مدینه را آوازه پهن شده است که من زنا کردم؟ گفت بله. در تمام خانه مدینه الکی تهمت زنای تو صدا میدهد. عایشه میگوید باز همان گریه های شب مرا فرا گرفت، ناراحت شدم، خیلی گریه کردم، آنچنان گریه کردم گفت که قسم به خدا از دم صبح دیگر اشک در چشمهام نماند، چشمها خشک از آب چشم شد. این زمان بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را با همراهی حضرت اسامه ابن زید فریاد کرد. گفت ای علی، ای اسامه، من شما را برای مصلحت فریاد زدم. گفت چی مصلحت داری ای حبیبی خدا؟ گفت آیا همین عایشه را سر دهم یا سر ندهم؟ حضرت اسامه گفتند اگر از من پرسی من از پاکی خانه تو خبر میدهم. آن چیزی که بالای خاندان تو تهمت آوردن، خاندان ابوبکر ده آوردن، همگیش ای رسول اکرم تهمت است، من باور ندارم. من فقط پاکی و پاکیزگی و اخلاق حمیده و حیای حضرت عایشه را میدانم و خلاص. حضرت علی گفتند ای حبیب خدا، خدا برای تو زن محدود نکرده است، بگیر دیگر زن. حضرت علی گفتند لیکن خوب می شود که آن خدمتگاری که عایشه دارد سیر و سودای وی از خدمتگارش بپرس، وی همش می داند. رسول اکرم خدمتگار عایشه را فریاد زد، بریره نام داشت. گفت ای بریره، گفت در حق عایشه چی می دانی؟ چی کارهای نادرستی وی می دانی؟ برای من خبر بده. بریره خدمتگار عایشه گفتند ای حبیب خدا، عایشه بسیار دختری خوب است، بسیار دختری نیک است، بسیار دختری پاک دامن است، فقط یک عیب دارد. عیبش امین است که وقتی که خمیر میخیلد در پیش همان خمیر سری خودش میماند، وقتی که خواب میکند گوسفند و مرغا آمده خمیرش که خورند از خواب بیدار نمیشود. اینقدر عیب دارد که این عیب نیست، زیرا که وی جوان دختر است، وقتی خواب کردنش است. همین قدر عیب شو میدانم و خلاص. رسول اکرم ناراحت شدند، از هر جا صدای فقط نیکی عایشه می آید و خلاص. بالای منبر برآمد، گفت کی مرا در پاکی خانم یاردم می دهد؟ کی علیه عبدالله ابن ابیه ابن سلول منافق مبارزه می برد؟ کیست؟ میگوید سعد ابن معاذ انصاری که از قبیله خزرجی ها بود، از جاش خیست. گفت پیغمبر خدا، من در قبطت میستم، اگر کدام شخصی که از قبیله اوس باشد و تهمت کرده باشد، قسم به خدا گو گردنش میزنم. بناگاه از بین قوم سعد ابن عباده خیست. گفت ای سعد ابن معاذ، تو دروغ گفتی، تو کشته نمیتوانی. گفت بچه عمکی سعد ابن معاذ از جاش خیست و پشتیبانی و کرد. یک غلغله مسجد صدا گرفت، فرا گرفت. رسول اکرم که زنده و حیات بودند این غلغله را پس کردند. قریب بود که بین این دو قبیله اوس و خزرج جنگ و کشتار برپا میشد. این زمان حبیب خدا از منبر پایان شد و خانه عایشه رفت. عایشه همراه یک زن دیگر و پدر و مادرش در خانه نشسته بود. حبیب خدا گفت ای عایشه، گفت من از تو سؤال دارم، اگر در این کار بد دست زده باشی به سوی خدا توبه کن، خدا تو را میبخشد. لیکن اگر پاک باشی، پاکی تو را خداوند برای من خبر میدهد. عایشه میگوید از این سخن پیغمبر خدا آنقدر پر تأثیر شدم که به مادرم اشاره کردم که جواب سخن پیغمبر را بگوید. مادرم گفت من چیزی گفتن نمیتوانم.
پدر ما اشاره کردم در جواب سخن پیغمبر چیزی بگویید. گفتن به خدا قسم ما دلاور نمیشیم در جواب پیغمبر خدا چیزی بگوییم. عایشه گفتن من پاسخی رسول اکرم میدهم. من گفتن دختری جوانم، نه اونقدر قرآن زیاد خواندم، لیکن ای حبیب خدا اگر الحال من میدانم که از تهمت است، میدانم که پاک هستم و روز از روزا خداوند پاکی مرا برای تو خبر میدهد، لیکن اگر الحال گویم که من پاک هستم و خدا میداند که من پاک هستم، گویم پاک هستم، تو باور نمیکنی. لیکن اگر گویم که من بر همین زنا رفتگی هستم، این جنایت کردم، حالا که خدا میداند که من پاک هستم، ای حبیب خدا تو باور میکنی. این سخن گفتم، ناراحت شدم. در پهلوک میگوید بستر خوابم بود، همون بالش در نزدیک کشیدم، سرم گذاشتم و خواب کردم. پیغمبر خدا از جاش ناخیسته، پدر و مادرم از جاش ناخیسته که یک لرزه پیغمبر خدا را فرا گرفت. این نزول وحی بود، پایان آمدن جبرائیل بود. همین زمان بود که میگوید پیغمبر خدا را لرزه فرا گرفت. دانستم که وحی از آسمان به پیغمبر آمده ایستاده است. لیکن عایشه میگوید من خودم را آنقدر پس میشماریدم که قسم به خدا فکر نمیکردم که برای پاکیزگی من، برای این پاکی من 14 آیت از آسمان پایان شود که تا روز قیامت مسلمان ها در نمازش اینو تلاوت کنند. اینو گو من باور نمیکردم. فقط فکر میکردم که در یگان خواب پیغمبر شاید که پاکی من برای او خبر داده شود و بس. لیکن وقتی پیغمبر خدا میگه از لرزه فرا آرام شدم، نگاه کردم که یک تبسم و خنده چهره پیغمبر فرا گرفت و گفت، اولین سخن بود این که گفت عایشه خدا تو را رحمت و مغفرت کند، الحال 14 آیت از آسمان برای پاکی تو نازل شد. خداوند 14 آیت پایان کرد که عایشه پاک است. این حادثه که بالای او فرا گرفت، این غم و دقتی که او را روبرو کردند، این همگیش تهمت بود. پدر ابوبکر، مادر ابوبکر آنچنان خرسند شدند و مادر عایشه میگوید عایشه را چی گفتند؟ خیز از جاد گفتن. عایشه گفتند خیز برای خدمت پیغمبر خدا پیغمبر تشکر بگو. لیکن عایشه مادر ما چی گفتند؟ عجیب سخن گفتن والله لا اقوم الیه، قسم به خدا پیش پیغمبر نمیخیزم، گفت او را تشکر نمیگم، ولکن احمد الله عز وجل، ولیکن حمد خدا را میگم، ستایش پروردگار را میگم که برای یک عایشه از 7 طبقه آسمان آیت نازل کرد که تا روز قیامت بندگان خدا این آیت میخوانند. من حمد و ستایش پروردگار را میگویم. مستح که بچه خاله ابوبکر بود، یکی از اعضاهای تهمتگران بود. ابوبکر از جای خود خیست و گفت دیگر خاندان مستح را ابوبکر تأمین میکرد. گفت مستح به خاطر که تو ما را در رنج گذاشتی، دیگر تو از نفقه محروم شدی، من خاندان تی را دیگر تأمین نمیکنم. لیکن در برابر همین آیت نازل شد که آن توانگرهایی که فقیرها را تأمین از نفقه میکردند، برای این کار بده که اونها کردند نفقه را از اونها باز ندارند. این خاص در باب ابوبکر بود. ابوبکر میگوید وقتی اینو شنید گفت قسم به خدا، گفت مستح برای این کار بده که تو کردی من تو را مغفرت میکنم و نفقه تو را به خاندانت میرسانم. ببینید این تهمتی که نسبت عایشه کردند، به خاطر که آبروی عایشه را ریزانند، به خاطر که آبروی ابوبکر را ریزانند، لکن چی شد؟ به خیر انجام یافت. لکن الله پشتیبانی از عایشه و پشتیبانی از خاندان ابوبکر کرد. از این دیگر شرف و منزلت می شود. حبیب خدا گفتند اجتنبوا 7 الموبقات
بنده های خدا از 7 چیزی که شما را هلاک میکند دور ایستید. گفتن چیست؟ قالوا و ما هن، چیست ای پیغمبر 7 چیز چیست؟ گفت الشرک بالله، یکم شرکی به خدا نیارید. ان شاء الله من این شرک برای شما یک موضوع کلام میکنم. شرک به خدا نیارید. دوم و سحر، جادوگری نکنید. امروز پایتخت تاجیکستان دوشنبه را فالبین ها اشغال کردند، جادوگرها اشغال کردند. مردم تمامش وظیفت میفاره پیش فالبین میرای، کشایش کارت میفاره پیش فالبین میرای، از درد خلاص شدن پیش فالبین میروند. این مصیبت است، این بسیار مصیبت است. من اتا کاهنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد علیه السلام. کسی پیش یک فالبین می رود، ولی امروز زنکار را می بینیم اکثرا زن هاست. برای چی می روی؟ برای دهن سرخ دامن بستن. برای چی است؟ برای دلگرمی شوهرت. دلگرمی شوهر خدمت است والله که نه جادوگر کار کرده میتواند، نه شیخ، نه ملا. تا زمانی که تو خدمت شوهر نمیکنی دل شوهر هیچ وقت گرم به سوی تو نمیشود. دلگرمی، دلخنکی همه به فالبین ها حواله. حبیب خدا، کسی پیش یک فالبین می رود، پیش یک جادوگر می رود، باور میکند آن چیزی که وی میگوید به تحقیق